به نام خداوند یکتا و بی همتا. درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د پوښتنې او ځواب دریم خپرونې ته ښه راغلاست. دوستای عزیز، از این که در بخش‌های مختلف سوالات دریافت کردیم، کوشش می‌نماییم تا این سوالات را طبقه بندی نموده و هر هفته یک موضوع را مورد بحث قرار بدهیم. بنان در این برنامه به سوالات شما در مورد حکومتداری می‌پردازیم. د یادونې وړ ده چې یو شمېر پوښتنو لپاره اړتیا ده چې اړوندو ادارو څخه مسلکي اشخاص راوغواړو چې ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. ما تلاش می‌نماییم تا با آنها در تماس شده و سوالات شما را مطرح نماییم، ولی قسم که می‌دانید این پروسه یک مدت را حتما در بر خواهد گرفت. سلام خدمت شما بانوی اول، به برنامه خوش آمدید. تشکر، زنده باشید. یک سوال داریم که ممکن در ذهن همه خطور کرده باشد و یکی از هموطنان ما به نام آقای ادیب پرسیدند بانوی اول یک کشور باید دارای کدام خصوصیات باشد؟ این یک سوال بسیار بجای است. اینطور است که در تمام دنیا در هر کشور هیچ مقررات یا قانون است که در مابینش گفته میشه که صلاحیت بانوی اول چی می باشه. و هر کشور یک بانو اول داره که فعالیت مختلف میگیره. ممکن است که تنها به امور خانه مصروف باشه و هم دیگرشان در مسئله جامعه و در مسئله بسیار مهم مصروفیت چی میکنه. خانم اول رقم که میفهمین از خاطر که شوهرش رئیس جمهور میشه خانم اول کشور میشه. آدم نه منتخب و نه منتصب هستند. صلاحیت ما میفهمم که صلاحیت ما بسیار محدود هستند و میفهمم که نباید مداخله کنن در امور حکومت داری. و همینجا میخواستم یک کمی سر حکومت داری گپ بزنم، از خاطر که شما باید بفهمین که ما از سیاست جلوگیری میکنم. ما سیاست مدار نیستم. منتها از خاطر که در هامش نفرهایی که مصروف سیاست هستند ما وارد هستم از چندین چیز. کل معلومات نمیفهمم، کلی با دقت نمیفهمم که چرا این قرار گرفته و چرا این نفر مقرر شده، ولی یک مفکوره دارم که از منطق خود، از مغز خود نتیجه تحلیل میکنم و نتیجه میدم و میخوام که این معلومات که ما دارم امرایتان شریک بسازم. از او خاطر این سوالات جواب میدم. تشکر. بفرمایید. آقای مخدوم قدرت‌الله مخدوم پرسیدند که به بهانه ظرفیت سازی بانوان زیر چتر نام بانوی نخست میلیون‌ها دلار به مصرف میرسد. در قسمت چی دستاورد دارید؟ خب اینمی یک سوال بسیار جالب است. برایتان نشان میده که چقدر افغانستان و خاصتا در شهرها آوازهای غلط انداخته میشه. ما رقم که در برنامه های سابق گفته بودم ما بودجه ندارم، پیش ما پول نیست. ما ایتو نیست که در پول کدام غرض دارم و این ادعاات که ما اکا میلیون های دلار دارم پیش ما، ولی از اونا پرسان کنین که مستندشان چیست، کجا است و چطور ای را جرأت دارن که این چیزی دروغ بگوین. ما باید امرایتان بگویم که از دروغگویی بسیار نفرت دارم و در قرآن کریم آمده بود که ان الله لا يحب المنافقین و ما هیچ وقت وعده میکنم که هیچ وقت برایتان دروغ نخواد گفتم. تشکر. دقیقاً باید هر ادعایی که ما میکنیم باید برش سند داشته باشیم. بله. آقای مصطفی رضایی پرسیدن
که شما چقدر از کارهای انجام شده اشرف غنی یعنی رئیس جمهور راضی هستین و تا حال برای پیشرفت جوانان کدام کار کرده؟ که ما راضی باشم یا ناراضی، ما خانمش هستم، همسرش هستم. این سوال از خودتان باید پرسیده شود. شما از ولسمشر غنی راضی هستین یا نه؟ از خاطر که اگر میگین که راضی نیستین، ما برایتان جواب ما هست که آیا شما در افغانستان زندگی میکنیم یا در خارج؟ از خاطر که این سال کنین، دورتان سال کنین، ببینیم که چقدر چیزای 5-6 سال آخر تغییر خوردن. اگر تاجر هستین شما خوب میفهمیم که تجارت علی به تمام کنجهای دنیا میتونین تولیداتتان روان کنین، از خاطر که رئیس یک سیاست اقتصادی بسیار خوب کرد. امی دالزهای هوایی واز کرد. از قبل شما مربوط بودین به پاکستان، کل تولیداتتان به پاکستان میرفت و وقتی که پاکستان برای یک دلیل سرحد بسته میکرد، تمام نفرهای کابل و افغانستان ضرر میدید. علی اونا که چی میکنن سرحد، اونا خودشان به ضرر میرسن. ما علی چیزای زیاد داریم، تولیدات ما در تمام دنیا میتونیم روان کنیم. سیستم عدلی ما آیستا آیستا قوی تر میشه و قانونهای ما بسیار واضح شدن. سیستم های تعلیم و تربیه، سیستم های خدمات صحی آساییست، انو زیاد با کار باید شود ولی از قبل خوبتر شد. شما چطور میگین که راضی نیستین ولی بخی بخبر هستین؟ راجع به جوانان ما باید بگویم که جوانان شما کلتان میگین که آینده افغانستان هستن. ما میگم اونا حاضر افغانستان هستن، اونا اهل فعلا نقش دارن و نقش میگیرن و ما وقتی که امرای جوانان میشینم و بحث میکنم یک رقم خوی ما بسیار خوب میشه، از خاطر که میبینن که اونا انگیزه دارن و میخوان که کشورشان خوبتر شود و میبینم که کل از تلاش هایی که میکنیم به فایده میشه و ضایع نمیشه. آقای عتیق الله ربانی در مورد تطبیق قانون پرسیدن که چرا رئیس جمهور قانون را بالای زورمندان تطبیق نمی کند و چی وقت تطبیق خواهد کرد یا که فقط قانون به مردم بیواسطه است؟ باز یک سوال بسیار بجای است. اینطور است که حکومت رئیس اصرار کرد که یک چارچوبات عدلی خوب داشته باشیم و سر قانون‌های زیاد کار شده و در 5 یا 6 سال پیشتر فکر میکنم 400 قانون پس نشر شدن و مشکل است تطبیق قانون. مشکل تطبیق قانون علی به دست خود حکومت نیست، مشکل است تطبیق قانون است و تطبیق قانون مربوط به وزارت امور داخله، به پلیس است، مربوط به نفرهایی که میتونن این نفرهای به زندان بانن. شما دیدین یک نفر در پنجشیر یک چند روز پیش میخواستن به زندان بگیرن و او محکمه سرش حکم داده که باید او مجرم است ولی نتانسته، از خاطر که مردم دفاع از اونا کردن. اینجا شما میبینیم که مسئولیت تنها از حکومت نیست، مسئولیت هم از مردم است که مردم وقتی که یک نفر بگیر حکومت میایه اونا دفاع از اونا میکنه از خاطر که روابط دیگر دارن یا چیز دیگر دارن. شما باید بفهمین که اگر میخواین حاکمیت قانون باشه شما باید امرای حکومت همدست باشین. دقیقاً مجرم است، در هر حالت باید به پنجه قانون سپرده شود. لومړی میرمن صمیم محمدی، تسنیم قرار، شوکت الله کریمی، عبدالمنان رحمانی، ولی محمد اسیر او نصیر سیرت دی فکر کوي چې ګواکې په ټولټاکنه کې د خلکو په رایه معامله شوې ده او یو ځل بیا حکومت په 2 برخو ویشل شوی ده. همداراز دوی غواړي د ملي وحدت حکومت او اوسنی حکومت په هکله ستاسو نظر وپوښتي. سوال مهم است. صحیح است که در حکومت اول 5 سال اول
یک حکومت وحدت ملی بود که در مابینش رئیس صاحب و دکتر عبدالله صلاحیت مابینشان تقسیم شده بود. این دفعه اینمی چیز نیستک. این دفعه رئیس صاحب منتخب شده رئیس جمهور ولسمشر استک، ولی از خاطر که ما فعلا در یک وقت بسیار نازک هستیم و که باید وحدت ملی همیشه مراعات شود که ما قوی باشیم، چون ما میفهمیم وقتی که ما بین ما جداگی هست و ما بین ما کش و مکش هست ما ضعیف میشیم. ما باید قوی شویم. از او خاطر رئیس صاحب برای دکتر عبدالله یک مسئولیت بسیار مهم داد و ماندش که رئیس شورای مصالحات باشه. و میبینیم که چطور کار میشه، ولی حکومت مربوط به رئیس صاحب است و شما هیچ فکر نکنین که معاملات شد. این معاملات نیست، البته این یک رقم میانجیگری که مردم افغانستان قوی باشند و که پیشروی امی مشکلات که فعلا پیش ما هست قوی باشیم. آقای کاوه احمدزاده یک تبصره کردن، گفتن رئیس جمهور 5000 زندانی خونخوار طالب را آزاد ساخت و کم کم زمینه سپردن کشور به دست یک گروه تندرو اسلامی ضد آزادی های انسانی را فراهم می سازد. نظر شما در این مورد چی است؟ یک گفتن است در عربی است که امتی لن تجمع على خطا. نمیفهمم در کدام تفسیر یا در کدام حدیث آمده بود. معنیش که وقتی که مردم به اجماع میرسن هیچ وقت خطا نمیکنن. و ما در افغانستان داریم یک عنعناتی که بسیار قدیمی است که به نام جرگه است. ولی لوی جرگه مهمترین جرگه است چون از تمام کشور نمایندگی میکنن و این لوی جرگه است که شما میفهمیم تا سر یک موضوع بحث میکنن و با آخر وقتی کل اعضای لوی جرگه کنایت گرفتن امی قطعنامه آخری این امی است که قرار لوی جرگه میباشه. آیا شما از عنعنات افغانی نفرت دارید؟ آیا شما از لوی جرگه قبول ندارید؟ چرا؟ اینمی یک چیز که سالها تطبیق شده و سالها نشان داده که قرارایش قرار بسیار خوب است. تشکر. رحیم الله رحیمی پوښتنه کړې ده تاسو تر اوسه پورې ولې اسلام قبول نه کړ؟ حال دا چې تاسو په اسلامي هیواد کې ژوند کوي او ستاسو څښتن د دې مسلمان هیواد واکمن دی. باز همینجا میگویم که آوازه بسیار زیاد در میدان مندازن و چیزای دروغ میگوین. حقیقت برایتان میگم. امی حقیقت است که ما تولد شدم در یک فامیل خانواده عیسایی در لبنان است و خداوند بزرگ امونجا میخواست که ما تولد شوم و خداوند بزرگ همینطور خواست که نصیب ما شود که ما در یک فامیل مسلمان در افغانستان ازدواج کنم. و ما وقتی کلمت شهادت میخوانم یکی است، یک خدا است، یک خداوند است. شما چی میگین؟ هیچ نفرت ندارم با یک دین یا یک دین دیگر. اونا هر دوشان یک خداوند صلات میکنن. دقیقا. آقای نصرالله صدیقی 3 پرسش در بخشای مختلف دارن. سوال اولشان گفتن شما با رئیس جمهور تا هنوز پلان مشخص بر مهاجرین که هر روز توسط کشور ایران گاه با آب و گاه با آتش قربانی می شود دارید؟ سلکالین بحران مهاجرین سر ما تاثیر داره و بسیار دل ما می سوزه وقتی که می بینم که غرق میشن، که سوء استفاده میشن، که معاملات میشن و که یک چیز آسان نیست که مردم که اختیار کنن که باید از افغانستان در یک کشور دیگر برن مشکلات زیاد میبینن. ولی برای ما هنوز اونا افغان هستن و باید امرایشون کمک کنن. از وزارت مهاجرین میفهمم که چندین برنامه دارن
که هم امرای مهاجرین کمک میکنن، هم امرای عودت کننده. و فکر میکنم از خاطر که ما به دقت کل چیز نمیفهمم، یک نفر از امونجا خود بخواهیم در یک برنامه دیگر که برایتان به تفصیل کل معلومات برایتان بده. تشکر. سوال دومشان گفتن تا هنوز واقعا به فکر کمک به اشخاص مستحق جامعه بوده؟ اینمی از اول ما گفته بودم، ولی وقتی که ما شروع کردم میگفتم که 99% مردم افغانستان آسیب پذیر است متاسفانه. ولی فعلا یک شانت سال بعد البته یک شانت مردم وضعشان یک کمی خوبتر است، ولی ما هنوز به مردم آسیب پذیر هستند. که برایتان بگویم مثلا وقتی که یک نفر میای دیدن ما یا یک گروه میای دیدن ما و ما پرسان میکنم که اونا کی هستن و کجا کار میکنن و چیز، وقتی که میبینم که اونا دسترسی دارن به حکومت، به دوایر حکومتی و میتونن خود به خود امی خواستایشان پیش ببرن، من میگم متاسفانه وقت ندارم، وقت ما برای مردم آسیب پذیر تخصص میکنم. بله. بخش سوم سوالشان گفتن به نظر شما تا کنون رئیس جمهور در قسمت بودجه های انکشافی، تحصیلی و صحت چقدر عادلانه عمل کردن؟ باز همینجا باید حکومت داری خوب بفهمید. رئیس صاحب استراتژی و پلان میکنه و البته هدایت میده برای هر وزارت که در بخشتان چی باید کنین چی باید نکنین. ولی هنوز وزارت ها بسیار منسجم نیستن. اگر کدام نقص شده و یا کدام یک تقسیم غیر عادلانه شده، شما باید به وزارت ها مراجعه کنین و بگوین چرا همینطور تطبیق میکنین، چرا با کلگی به مساوات نمیکنین. لومړی میرمن یو بل جالب سوال لرو. ذبیح سنځي پوښتنه کړې ده، آیا تاسو خپل ماموریت نه په افغانستان کې راضی است؟ سوال کنین ما از خردتری همینطور تربیت شدم که آدم باید همیشه همی چیزای مثبت ببینه. شما اصطلاح گلاس آب حتما شنیده بودیم از قبل. یک گلاس آب که در مابینش نیم گلاس آب است. یک نفر میگه که این گلاس نیم خالی است، یک نفر دیگر که این گلاس نیم پر است. من خوش دارم که ببینم که کجا این گلاس پر است و خوش دارم که سرازی تمرکز کنم، از خاطر که آدم که مثبت می باشه خویش خوب می باشه و زیادتر کار میتونه کنه. ولی نفر که همیشه منفی می باشه، همیشه میگه که او زندگی بد است، که امی حکومت بد است، امی نفر بد است، که امی جایی که ما زندگی میکنم بد است و چیز، یک رقم خودش هیچ انگیزه نمیکنه، هیچ انگیزه نداره که زندگی کنه. من میخوام که خداوند بزرگ مرا دینامی زندگی مرا آورد، ما باید که هر نقش که میتونم ایفا کنم همین نقش ایفا کنم. مشکلات هستن و راه دور است و البته یکان دفعه چیزای کامیاب نمیشم، ولی خیر است، از خاطر که ما همیشه همین چیزای مثبت میبینم. دقیقاً باید مثبت اندیش باشیم تا زندگی هم بر ما آسان‌تر باشه. تشکر بانوی اول از اینکه بر ما وقت دادید. زموږ یو شمېر هیوادوال پوښتنه کړې وه چې څرنګه کولی شي د لومړۍ مېرمنې سره وګوري. بر معلومات بیشتر خانم عفت میرزازاده، سارا اکبری و آقای خان باید بگویم که شما می توانید به وبسایت دفتر بانوی اول یعنی www.firstlady.gov.af مراجعه نموده و طریقه درخواست ملاقات با بانوی اول را مرور نماید. د کتنې لپاره باید واضح او د لومړۍ مېرمنې دفتر فعالیتونو پورې اړوند موضوع وړاندې کړئ. اما برای فعلا بنا بر شرایط قرنطین و شیوع ویروس کرونا بانوی اول ملاقات‌هایشان را به تعلیق آوردند. شنونده های عزیز،
قسمی که بانوی اول در جواب یکی از سوالها وعده سپردند. برنامه بعدی ما روی موضوع مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و سایر کشورها خواهد بود که شما می توانید به شکل مفصل به موضوعات مرتبط به مهاجرین در برنامه بعدی گوش فرا دهید. بریامو په برخه.